بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. همه شما آگاه هستید که اهل سنت و الجماعت ما طالب علمان با طالب علمان مرجعه های غلات عصر از این جهمی ها در مسئله مسلمان خواندن مشرک آیا جایز است یا نیست بحث کردیم. البته که ما منهج اهل سنت و الجماعت که در اساس قرآن و سنت با فهم سلف امت بیان گشته است بیان کردیم و گفتیم که هر کسی که به شرک اکبر اختیاراً واقع بشود و قصداً به همین عمل واقع بشود، اگر جاهل باشد هم تعویل کرده باشد هم، این انسان مشرک گفته می شود. اما مرجعه های غلات، جهمی های عصر، این مدخلی ها گفتند که هر کسی که به شرک اکبر واقع شود، شرک اکبر یا کفر اکبر را انجام دهد هم، او انسان مسلمان گفته می شود. و ما البته در یک صحبت گذشته یکمین رد خود را در این موضوع، یعنی بیان دلیل های خود را بیان کردیم. ما در یک صحبت گذشته خود که صحبت اول در بیان دلیل های در نزد ما بود بیان کردیم، گفتیم که اجماع سلف صالح و اجماع تمام علمای اهل سنت و الجماعت است که در اساس قرآن و سنت این اجماع به وجود آمده است. زیرا اجماع این در اساس قرآن و سنت است. اگر اجماع اساس از قرآن و سنت به وجود یعنی نداشته باشد، این اجماع گفته نمیشه. اجماع را نقل کردیم که الاسلام و الشرک لا یجتمعان فی محل واحد. اسلام و شرک در یک محل، در یک جا جمع نمی شود. و این چنین الکفر و الایمان المعتبر لا یجتمعان فی شخص. این چنین کفر و ایمان معتبر صحیح در یک شخص معین در یک جا جمع نمی شود. اسلام صحیح با شرک اکبر در یک جا جمع شدنش ناممکن است. یعنی اگه انسان هم مسلمان و هم شرک اکبر را انجام میدهد، این ناممکن است. و این اجماع علما هست و ما در همون صحبتمون قول علما را ذکر کردیم، به مانند سخن سلف این امت امام اهل سنت و الجماعت محمد ابن ادریس شافعی رحمه الله را بیان کردیم که ان الاسلام لا یشرکه الشرک. اسلام چیزی است که یعنی دین است که شریک بگویم شرک همراه نمی شود. زیرا که وقتی که شرک همراه شد اسلام نابود می شود. و در دامش میگن الایمان لا یشرکه الشرک. ایمان معتبر و صحیح همون ایمان است که شرک نداشته باشد و شرک وقتی که اومد ایمان نابود می شود. و سخن ابوالحسن الماوردی را در شرح کلام شافعی ذکر کردیم که گفتند یعنی این سخن امام شافعی این است که قد یجتمع شرکان ولا یجتمع شرک و اسلام. در بعضی حالت دو سه شرک به همدیگر جمع شدنش ممکن است، اما هیچگاه در یک انسان شرک و اسلام جمع نمی شود. اگر شرک حقیقی و اسلام حقیقی بگویم اسلام صحیح در یک جا جمع شد، شرکی که با قصد انجام داده شده است، اگرچه انسان جاهل شرک را انجام میدهد، این انسان کافر می شود. و در این مسئله سخن امام ابن جریر طبری را به شما نقل کردیم، سخن امام مسلط ابن القاسم القرطبی را به شما نقل کردیم و سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و شیخ الاسلام ابن القیم الجوزی رحمه الله را نقل کردیم. خلاصه سخن گذشته ما این بود که ایمان معتبر و صحیح هیچگاه با کفر اکبر در یک جا جمع نمی شد و جمع نمی شود و این عقیده سلف صالح است. بلکه زمانی که ایمانی صحیح ثابت شد پس باید کفر نابود بشود. وقتی که کفر اکبر ثابت شد ایمان نابود می شود. زیرا که ایمان صحیح و کفر اکبر این دو نقیض است و دو ضد است که در یک جا جمع نمی شود. لا یجتمعان ولا یرتفعان. هر دوش یک جا جمع نمی شود و در یک حالت نابود نمی شود. اگر ایمان نابود شود بگوییم کفر به وجود میاد، اگر کفر اکبر به وجود میاد ایمان نابود می شود. پس یک انسانی که خودش را مسلمان میگوید از سبب جهل
کفر اکبر و شرک اکبر رو انجام میدهد یا از سبب تعویل کفر اکبر و شرک اکبر رو انجام میدهد، این انسان به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شده است، حکم رو میگیرد و این انسان چه است؟ مشرک و کافر است. و سلف این امت از عقیده این جهمی ها براءت کردند و بری هستند. این بود سخن اولی ما و ما در همین سخنمون گفتیم که در آینده به شما دلیل ها رو از قرآن نقل میکنیم که جهل و تعویل در شرک اکبر عذر نیست و این قاعده سلفیه که حالا ما به شما بیان کردیم دلیل های دارد از قرآن که در آینده باز بیان میکنیم ان شاء الله. اما حالا باشد به شما دلیل ها رو بیان میکنیم که از قرآن است و خود الله سبحانه و تعالی بیان میکند که جهل و تعویل در شرک اکبر عذر نیست و امروز کسایی که مشرک رو از سبب جهل میگن که این جاهل است، این تعویل کرد و از همین سبب مسلمانش میگویند، گمراه هستند و البته که از منهج سلف صالح دور گشتند. بارک الله فیکم. از همین جهت علما میگویند عذر دادن به جهل به مشرکین، عذر دادن به تقلید به مشرکین، عذر دادن به تعویل به مشرکین، اول این سخن این یک سفسطه است، یک سخنی بیهوده و بیهجت و گمراهی است، آخرش زندقه و کافر شدن و مشرک شدن است. یعنی عذر المشرک اولی سخنش سفسطه است، یعنی حجت ندارد به این سخنش، یگون دلیل ندارد که بگوید که انا این دلیل من که آشکار و واضح در قرآن آمده است، آشکار و واضح در سنت رسول الله آمده است که الله گفت یا رسول الله گفتند که جهل در شرک اکبر عذر است و در کفر اکبر عذر است، یا تعویل یا که مقلد بودن عذر است. این چنین دلیل ندارد. از همین جهت این گمراهان فقط سفسطه گویی میکنند. سفسطه یعنی سخنی بیهوده که حجت ندارد و بالاخره به همین سبب سفسطه شون به زندقه واقع میشوند. اولین دلیل ما بر این که جهل و تعویل و مقلد بودن در شرک اکبر عذر نمی شود و انسان جاهل از سبب جهل به شرک اکبر واقع شود و به قصد همین عمل را انجام بدهد، این مشرک است. اگر مؤول باشد هم تعویل بکند هم مشرک است. این آیت است که به شما موانع التکفیر را و شروط و ضوابط التکفیر را بیان میکند و این چنین بارک الله فیکم این موانع التکفیرهای باطل را بیان میکند. ببینید ما شروط التکفیر داریم و موانع التکفیر داریم، یعنی پیش از این که یک کسی رو و یک جماعت رو تکفیر بکنیم شروط التکفیر وجود دارد. شروط التکفیر این است که همون انسانی که عملی کفر و شرک رو انجام میدهد عاقل باشد، یعنی دیوانه و مجنون نباشد و کودک صبی نباشد، برای اونکه این کودک هم عقل ندارد، در سن تمیز باشد و بعد از سن تمیز بلاغت باشد. چهله که ممتبری نقل میکنند، یعنی مجنون نباشد، کودک نباشد، صبی نباشد و همون شرک را به اختیار خودش انجام داده باشد، هیچ کسی او را مجبور کرده نباشد، یعنی در حالت اکراه واقع نشده باشد، مکره نباشد. چهارمش این که همون عمل را قصد کرده انجام بدهد. در همین مسئله قصد مدخلی ها شما را فریب میدهند. خیلی که از جهمی های تاجیک در سخنش محمد شریف عبدالعلیم در سخن موانع التکفیر، شروط التکفیر و موانع التکفیر گفته است الله یقصد الکفر، یعنی کفر را قصد نکند میگه، یعنی همان وقت در نزد مدخلی ها انسان کافر میشد که بگوید که من حاضر همین کفر را انجام میدهم گفته. از همین جهت در نزد مدخلی ها یگان کافر وجود ندارد، زیرا یگان کافر من حاضر ان این کفر را انجام میدهم گفته کفر را قصد نمیکند. یگان مشرک شرک را قصد نکرده است، بلکه مشرک فکر میکند که این عملی که انجام میدهد شرک نیست، این کفر اکبری که انجام میدهد کفر نیست، بلکه فکر میکند که این شرک و کفر عبادت است، چیزی که الله در قرآن ذکر میکند. یحسبون انهم مهتدون، اونها فکر میکنند که خودشون گمان میکنند که این عملی شرکی کرده خودشون عبادت است، اما با وجود این مشرک میشه. اما قصد عمل رو قصد نکند معناش این است که یعنی انسان وقتی که یک عملی کفری رو انجام میدهد
اگر همون عمل رو کفر بودنش رو نداند، شرک بودنش رو نداند، لیکن همون عمل رو کردنش رو قصد کرده باشد که من امین عمل رو میکنم گفته باشد، این مشرک است. اما همون عمل رو قصد نکرده باشد و به خبر همون عملی کفری شرکی انجام به وجود آید، این مشرک نمیشد. چه که حدیثی که امام مسلم روایت میکنند، یک مرد شترش گم میشود در یک صحرا. این مرد به نهایت غمگین میشد، زیرا که شترش گم شد، آبش در شترش بود. این انسان فهمید که میمیرد. اما بعد از کمی این شتر با خود به خود پیدا میشود، سخت خرسند میشود. از خرسندیش چی میگوید؟ ای الله، میگه تو بنده من هستی، من رب تو هستم. سخن کفری رو گفت، اما همین سخن گفتنش رو قصد نکرد. او در دلش قصد کرده بود که ای الله تو رب من هستی، من بنده تو هستم، اما از زبانش خطا برآمد. از همین جهت انسان کافر نشد. یکی از شروط تکفیر این است که انسان همون عملی که انجام میدهد همون رو قصد نکرده باشد. در این حالت ما این رو تکفیر نمیکنیم. اما امروزه مشرکای جاهلی که فوج توده جماعت به جماعت میروند به سری قبرها، میروند به سری مزارها، میروند سجده میکنن، نظر میکنن، ذبح میکنن، طواف میکنن، اینها قصد همون عمل رو دارند. اینها به خبر کردن نیست، اینها فهمیده دیده دونسته کرده شدند. گرچنده که حکمی این عملشون رو نمیدونند، گرچنده که شرک بودن این عمل رو نمیدونند، اما این عمل رو همچنین عبادت انجام داده شدند. قصد دارند، بلی قصد دارند. پس اینها مشرکند. اینها شروط تکفیر است. و این چنین ما موانع التکفیر داریم. موانع التکفیر رو بعضی از علما 4 تا میگن، بعضی از علما 5 تا زیاد کم. همش رو اگر بگیم، اولش اکراه است، دومش جهل است، سومش خطا است، چهارمش عجز است، پنجمش تأویل است، ششمش نسیان است. همه اینها میتواند موانع التکفیر باشد، یعنی انسان رو از تکفیر کردن باز می‌دارد. اگر یکی از همین چیز رو یک انسان داشته باشد، شما تکفیر کردن نمیتوانید. پیش از تکفیر شما اول باید فهمونید. اما این مطلق نیست، این تفصیلات دارد. موانع التکفیر تفصیلات دارد. در مسائل اصول به مانند توحید و به مانند الولا و البرا و کفر بالطاغوت، در این مسائل یگانه چیزی که عذر است، این چی است؟ اکراه است. اما در مسائل غیر شرک و غیر توحید و غیر، یعنی در مسائل کفر اکبر و شرک اکبر، یگانه چیزی که عذر است اکراه است، یا چیزهایی که به معنای اکراه می آید، به مانند مجنون بودن و فراموش کردن و خطا در قصد کردن و اینا. اما در غیر کفر اکبر و شرک اکبر، در دیگر مسائل فروعی که اینها در مسائل فروع شریعت هستند، البته جهل، چخیلی که ما سخنی امام شافعی، سخنی ابن القیم الجوزی، نووی، ابن تیمیه، ابن قدامه رو ذکر کردیم، شریعت به 2 قسم تقسیم می شود. شریعتی که ظاهر است، از اصل دین است، و شریعتی که فروعات است، فروع هست و خفی هست. در مسائل اصل دین و ظاهر یگانه چیزی که عذر است اکراه است. به مانند مسئله کفر اکبر و شرک اکبر، فقط انسان عذر پیدا میکند در حالت مکره بودنش، یعنی در حالتی که به اکراه واقع میشه. اما در مسائلی که خفی هست و مسائلی که فروعات است، در این مسائل البته جهل و خطا و بگویم دیگر از تأویل عذر شده میتواند. ما در شرح سخنهای علما وقتی که به این جهمی های توجیک رد زدیم، گفتیم که شریعت به 2 قسم تقسیم می شود. شریعتی که اصل، احکام شریعتی که اصل است و ظاهر است، و احکام شریعتی که فرع است و خفی است. در قسم اول که شریعتی که اصل است و ظاهر است، جهل و تأویل عذر شده نمیتواند، مقلد بودن عذر شده نمیتواند. یگانه عذری که دارد این اکراه است. اما در قسم دوم شریعتی که خفی هست و فروعات هست و خفی هست، هم هر کس فهمیده نمیتواند. بمانند بعضی از احکام شریعت، بمانند بعضی از باب اسما و صفات که همه فهمیده نمیتواند و خفی است، در این باب البته جهل عذر است، تأویل هم عذر است، و مقلد بودن هم در این مسئله مسائل خفی عذر است. بارک الله فیکم. اما
ما سخنمون درباره شرک اکبر و کفر اکبر رفته شده است. در کفر اکبر و شرک اکبر یک موانع التکفیر وجود دارد. این چی است؟ اکراه است و چیزهایی که به درون اکراه داخل می شود. و بعد از این مجنون، صبی، اینها به درون اکراه به معنای اکراه داخل می شود که بیان میکنیم. و اکراه خود الله ذکر کرده است که موانع التکفیر در شرک اکبر و کفر اکبر است و هیچ کسی اینه البته این کار کرده نمیتواند. کسی که این کار میکند کافر میشود. اما در شرک اکبر و کفر اکبر جهل و تعویل و مقلد بودن عذر نیست. هر کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر از سبب نفهمیدن واقع شد، این مشرک است و این کافر است. زیرا که الله و رسولش در موانع تکفیر این را ذکر نکرده اند. و هر کسی که می بیاید به مانند این جهمی های تاجیک و این گمراه ها، این طاغوت پرستان میگوید که جهل و تعویل و مقلد بودن در شرک اکبر عذر است، این انسان مخالف بر قرآن، مخالف بر سنت رسول الله، مخالف بر اجماع سلف صالح این امت سخن کرده و گمراه شده و عذری است و در مذهبی جاحظ است و در مذهب جهمی است. انا کنون بیاید همون آیتی که الله در این آیت موانع التکفیر رو، من کننده تکفیر در کفر اکبر و شرک اکبر رو ذکر میکند و از همین آیت من و شما میفهمیم که جهل و تعویل این چی نیست؟ بارک الله فیکم، موانع التکفیر در کفر اکبر و شرک اکبر نیست. این آیت در سوره نحل، این کلام الله در سوره نحل آیتی 106 ذکر شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظیم. معنای آیت رو ببینید. هر کسی که کفر به الله ورزد بعد از ایمانش، یعنی هر کسی که به کفر اکبر و شرک اکبر واقع شود بعد از ایمانش، یعنی انسان مؤمن بود، مسلمان بود، اما بعد از مؤمن و مسلمان بودنش آدم یک مسلمان، یک مؤمن به کفر اکبر و شرک اکبر به الله سبحانه و تعالی واقع شد، این چی است؟ این کافر است میگوید الله، این کافر است. اما میگوید در دوامش یک نمود از انسانها اگر به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شوند هم عذر دارند. چند نمود انسانها؟ یک نمود انسانها گفته شده است. الله نگفته شده است که 3 نمود 4 نمود، نه، یک نمود. کیها؟ الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. یک نمود انسانهایی که به کفر اکبر واقع شوند هم به شرک اکبر واقع شوند هم باز ایمانشون در جایش می ایستد، کافر نمی شوند. اینها کی هستند؟ کسانی هستند که اکراه کرده شدند. مکره یعنی یک انسانی که دیگر انسان مجبورش کرده است، لط و کوب کرده، زده و تهدید قتل کرده که شرک رو انجام بده یا کفر اکبر رو انجام بده. اگر این انسان از سبب مجبوری، از سبب اکراه به کفر اکبر واقع شود، به شرک اکبر واقع شود، اما قلبش مطمئن به ایمان باشد، یعنی به قلبش کفر اکبر و شرک اکبر رو قصد نکرده باشد، قلبش که بگوید که تماما من این عمل رو نمیخوام، این کفر است، شرک است، اما مجبور ظاهرا همون سخن کفری رو بگوید یا عمل کفری رو بکند، این انسان چی است؟ این انسان کافر نمی شود، مشرک گفته نمی شود. این انسان مؤمن است گرچنده که عمل کفری رو انجام داد و شرک رو انجام داد. چرا؟ برای اینکه الله گفت اکراه شدن، مکره شدن، این چی است؟ موانع التکفیر است. و اکراه چیست؟ اکراه یک کس شما مجبور میکند، ظاهرا کفر و شرک رو میکنید اما بدیلتون همون کفر رو قصد نمیکنید، انجام نمیدهید. از سبب این که شما به قلب کفر و شرک رو قصد نکردید، شما گویا که همین کفر و شرک رو انجام ندادید و الله شما رو میبخشد. یعنی الله شما رو گفته است که شما اصلا همین کفر و شرک رو انجام ندادید گویا که.
اما کدام آدم شرک اکبر را انجام بدهد و کدام آدم کفر اکبر را انجام بدهد، این آدم را ما کافر میگوییم، این آدم را ما مشرک میگیم. الله در دوام این آیت باز میگه که ولکن من شرح بالکفر صدرا، ولیکن یعنی اما کسی که قلبش را به کفر باز بکند، یعنی همون عملی کفریه که انجام میدهد، کفر اکبری که انجام میدهد، شرک اکبری که انجام میدهد، همون عمل را به قلبش قصد کرده باشد و خواسته باشد، به قلبش همون عمل را اراده بکند، قصد بکند، بخواهد، این انسان چی است؟ فعلیه غضب من الله، به این غضب الله است. یعنی این آدم کافر می شود. یعنی کافر شدن و نشدن در عمل کردن کفر اکبر و شرک اکبر وابسته به قلب انسان است. اگر یک انسان یک عمل را به قلبش خواسته همون عمل را انجام بدهد، این مشرک می شود و کافر می شود، اگرچه این عمل را کفر بودنش را نداند، اگرچه جاهل باشد. یعنی این عمل عبادت گفته کند، عمل شرکی را عبادت گفته کند، یا عمل شرکی که کفر اکبر است این عبادت گفته کند. یعنی کفر و شرک بودنش ندانسته همون عمل را به قلبش قصد کرده انجام بدهد، این انسان مشرک است، کافر است، اگرچه جاهل است. جاهل در حکم همون عمل است، اما در همون عمل انجام دادن و قصد به قلبش کرده شده است. اما اگر یک انسان همون عمل شرک بودنش داند، کفر بودنش داند، از سبب مجبوری انجام بدهد، یا که از سبب بگویم خطا در قصد بکند، یعنی به قلبش قصد نکند و انجام بدهد، این انسان گویا که عمل را انجام نداد و کافر مشرک نمیشود. اعتبار تکفیر کردن در قصد قلب است. آیا همون عمل را به قلبش قصد کرد؟ بله، پس کافر است و مشرک است. همه امروزه جاهل ها عمل را به قلبشون قصد میکنند. کفر را قصد کردن شرط نه. خیلی که مدخلی ها میگن کفر را قصد کرده باشد، این شرط شروط تکفیر باطل است، این شرط این جهمیه گذاشته است. بلکه همون عمل را قصد کرد تمام است. اما عمل را قصد نکرد، از این میبرد که این به حکم مکره واقع میشود. یعنی معذور است. یک انسان سبقت اللسان شد، به قلبش میخواست که بگوید که تو الله من هستی، من بنده تو هستم، اما زبانش به خبر گفت که تو بنده من هستی، من رب تو هستم. این انسان را هیچ کسی کافر نگفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که این انسان را الله بخشید و خنده کرد، زیرا که این انسان به قلبش کفر اکبر و شرک اکبر را قصد کرده نبود. اما کسی که از خونهش میبراید، سر قبر پیامبر میرود، طلب شفاعت از پیامبر میکند، از خونهش میبرد، سر قبر فلان اولیاء میرود، طلب شفاعت میکند، طواف میکند، این کارش را سالها انجام میدهد، ذبح میکند، این همون عمل را قصد کرده است، اما جاهل در حکم همون عمل است، این آدم مشرک است. در نزد مدخلی این آدم مسلمان است، در نزد قرآن و سنت، در نزد صحابگان و تابعین و تبع تابعین این آدم مشرک است. و انا من آیات آشکار سوره نحل آیت 106 آشکار بیان کرده شده است. پس این آیت اولین حجت ما بر این که جهل و تعویل و مقلد بودن و تقلید در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست، بلکه یگانه چیزی که عذر است این اکراه است، و یگانه انسانی که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شود این انسان را مشرک و کافر گفتن شود مکره است، کسی که مجبور کرده است. و انمین است سخنی سلف این امت. در زیر این آیت در تفسیرش امام ابن جریر الطبری رحمه الله یکی از علمای سلف ذکر میکنند سخنی ابن عباس رضی الله عنهما را که ابن عباس گفتند هذه الآیه نزلت فی قصة عمار ابن یاسر. این آیت نازل شد در قصه عمار ابن یاسر. بعد از قصه عمار ابن یاسر، عمار ابن یاسر را ابو جهل مشرکای قریش دستگیر میکنند. پدر عمار ابن یاسر را دستگیر میکنند، مادرشون را دستگیر میکنند. یعنی پدر عمار کی بودن؟ یاسر. مادرشون سمیه رضی الله عنهم. سمیه مادر عمار را در نزد عمار به قتل میرسونند. وقتی که سمیه را میگن که پیامبر را دشنام ده، یعنی کفر را انجام ده، برای که دشنام دادن الله و رسول این کفر اکبر است، انسان کافر میشد.
سمیه دشنام نمیدهند و صبر میکنند. بالاخره ابو جهل سمیه رو به قتل میرساند. اولین شهیده در اسلام رضی الله عنها. و بعد از سمیه که رو به قتل میرساند یاسر رو، پدری عمار رو. اول مادر عمار رو، بعد از این پدر عمار رو میگوید که دشنام ده. پیامبر رو دشنام نمیدن، میکشد. و نوبتی سوم که میآید عمار میآید. عمار به دو چشمشون دیدن که پدرشون و مادرشون کشته شد و خود عمار رو هم زدند، لطوکوب کردند و قریب بود که به قتل برسونند. از عمار یک چیز میخواست مشرکا، ابو جهل یک چیز میخواست، رسول الله رو دشنام بده. و بالاخره عمار مجبور شد، وقتی که به قتل نزدیک شد مجبور شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم رو سخنی ناسزا گفت. اما قلبش که نمیخواست همون حقارت کردن رو، همون دشنام رو، همون سخنی ناسزا رو به قلبش خواسته و به قلبش قصد کرده نبود، بلکه به قلبش این عمل رو بد میدید، کفر میدونست، اما به زبانش مجبور شد و انجام داد. مشرکا عمار رو فکر کردند که تمام این از دین پیامبر گشت، او را صد دادند، اونا آزاد کردند. عمار به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من از سبب مجبوری تو را دشنام دادم یا که در حق تو سخنی ناسزا گفتم، اما قلبم پر از ایمان است. من به قلبم این سخن رو نخواستم، یعنی قصد نکردم به قلبم این سخن رو. به قلبم در باره این سخن نفرت دارم و این سخن رو من کفر میدونم، اما به زبانم گفتم. وقتی که قصه رو نقل کرد پیامبر گفتن کیف تجد قلبک، قلبت رو چگونه میابی ای عمار، قلبت رو چگونه میابی؟ آیا همین عملی کفریه که دشنام دادن رسول الله هست به قلبت قصد کردی، به قلبت خواستی یا نخواستی؟ عمار گفت قلبم پر از ایمان است، من هیچگاه به قلبم قصد نکردم که تو رو دشنام بدم. معنی گپ همین است. آیت نازل شد، این آیت نازل شد که من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. هر کسی که کفر ورزد به الله و به رسولش و به دین بعد از ایمانش، این کافر است. اما کسی که در حالت اکراه و مجبوری این عمل رو انجام داده باشد و قلبش مطمئن بر ایمان باشد، یعنی به قلبش قصد نکرده باشد این عملی کفری و شرکی رو، این انسان مسلمان است، این انسان کافر نمی شود، زیرا که اکراه است، گویا که این عمل رو انجام داده است. اما کسی که ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیه غضب من الله ولهم عذاب عظیم، هر کسی که به کفر قلبش رو باز کند، همون کفر رو به قلبش خواسته انجام بدهد، همون عمل رو کفر بودنش رو نداند هم به قلبش انجام بدهد، یعنی به قلبش قصد بکند، این انسان غضب به عذاب الله گرفتار میشد و به عذاب عظیم گرفتار شد، یعنی کافر است. انا این است وجه استدلال، انا این است حجت گرفتن از قرآن و سنت. و ما البته این آیت دربارش باز سخنی زیاد میکنیم. ما دلالت المنطوق، دلالت التضمن، دلالت الالتزام، دلالت مفهوم الموافقه، مفهوم المخالفه، و دلالت البينه الادنى على دلالت تنبیه الادنى على الاعلى، این همه دلالت هایی که از یک آیت به حدیث گرفته میشد بیان میکنیم. این آیت به دلالت منطوقش هم، یعنی مطابقه، آشکار و واضح گفته ایستاده است که شرک اکبر و کفر اکبر یک عذر دارد، اکراه است، یا چیزهایی که به معنای اکراه می بیاید. زیرا اکراه چی گفتنی گپ است؟ ظاهرا انجام دادن یک عمل، از زبان آوردن یا عمل کردن از سبب مجبوری، اما به قلب نسبتی همون عمل نفرت داشتن و همون عمل رو قصد نکردن است. به زیر اکراه داخل می شود مجنون هم زبانش یک سخن کفری و شرکی رو گفت میگوید، یا عملی کفری و شرکی رو میگوید، زیرا که مجنون است، اما به قلبش همون چیز رو قصد نمیکنه، زیرا که عقل ندارد. عقل در قلب است، عقل در قلب است. وقتی که مجنون عقل ندارد، از این میبراید که همون کفری، عملی کفری اکبر و شرک اکبر رو به قلبش قصد نکرده، نفهمیده انجام میدهد. از همین جهت اگر یک مجنونی که مسلمان و موحد بود مجنون شد، شرک اکبر و کفر اکبر رو در حالت مجنونی انجام دهد، وای رو ما کافری و مشرک نمیگیم. یا یک کودکی که کودک است، عقل ندارد، یک عملی کفری، یک سخنی کفری اکبر رو انجام داد، مثلا یک سخنی کفری اکبر رو گفت، دشنام داد، یک چیزی دیگری رو گفت، یک کودک رو شما تکفیر نمیکنید. سبی رو به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این کودک به زبانش گفت اما قصد نکرد به قلبش، زیرا که کودک عقل ندارد و قصد کرده نمیتواند.
یا که یک انسانی که سبقت اللسان شد بگویم این را خطا در قصد. خطا دو نمود است، خطا کردن در قصد است، اما خطای دیگر مطلق است که دیده و دانسته. توحید بعضی و خطا کرد و اجتهاد میگن. خطاگی قصد این معتبر است. یعنی خیلی که روایت امام مسلم را گفتیم که یک مرد از سبب قصد خطا کردن به خبر به زبانش واقع شد به شرک، اما به قلبش واقع نشد. قلبش قصدش درست بود، قصدش فقط الله رب من بود، اما به زبانش برآورد. این را سبقت اللسان میگن. این هم عذر دارد. سبقت اللسان شده به خبر کسی بگوید عذر دارد. یا نسیان، کسی که در درون نرکوس باشد یا که به خبر فراموش کرده یک سخنی رو بگوید، این رو هم چی میگن؟ سبقت اللسان. بارک الله فیکم. انا اینها عذر میشود. اما جهل و تعویل و مقلد بودن و بعد از این شرک رو انجام دادن در حالت جهل و تقلید، این عذر نیست. جهل عذر نیست. جهل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست و تعویل هم عذر نیست و مقلد بودن هم عذر نیست. انا همین آیت سوره نحل آیت 106 آشکار به ما میفهماند که کفر اکبر و شرک اکبر یک عذر دارد و همین آیت به من و شما آشکار و واضح میفهماند که جهل و تعویل عذر نیست. چخیل الله خودش گفته شده است که کسی که به کفر اکبر و شرک اکبر واقع می شود، یگانه چیزی که او را نجات میدهد اکراه است. اگر اکراه نداشته باشد، جاهل باشد هم، مقلد باشد هم و بارک الله فیکم این انسان تعویل داشته باشد هم، مشرک و کافر است. این همین است دلالت این آیت. بارک الله فیکم. البته مجنون یا که کودک خطا کردن در قصد به حکم مکره چگونه داخل میشد؟ این رو میگن دلالت التنبیه بالادنى علی الاعلى. دلالت تنبیه کردن از پس به بالا. با همین دلالت اینها داخل میشود. اما کسی که قلب رو به کفر باز کرد، به کفر اکبر و شرک اکبر باز کرد، این آدم کافر می شود. اگرچه مکره باشد، اگرچه اکراه شده باشد. یک انسان اکراه کنند، مجبور کنند که کفر اکبر و شرک اکبر رو انجام بدهد و این انسان بعد از مجبور شدن باز به قلبش هم همون عمل رو قبول کند و اراده کند و قصد بکند، به قلبش هم همون انجام دادن عمل رو قصد بکند، این انسان بعد از اکراه شدنش هم مشرک می شود. سبحان الله. علما در زیر این آیت میگویند که این آیت دلیل است علی ان المکره اذا قصد السجود للصنم الذي اکره علیه فهو کافر و ان کان مکرها فی الظاهر. اگر انسان اکراه شده به قلبش قصد کند سجده کردن به یک بت رو، این انسان اکراه شده بود لیکن باز به قلبش همون سجده کردن رو قصد بکند، بعد از اکراه شدن هم این آدم کافر می شود، گرچنده که مکره باشد. ظاهرا مکره است اما به قلبش همون عمل رو قصد کند، باز کافر می شود. برای همین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا فصار كل من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. سبحان الله. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مجموعه الفتاوی میگن که هر کسی که میگن قلبش رو باز کند بر کفر، یعنی قصد کفر داشته باشد، اگرچه او مجبور شده باشد، اگرچه اکراه شده باشد، این انسان مکره است، اکراه شده است، اما بعد از اکراه شدن باز به قلبش هم چی میکند؟ همون عملی کفری و شرکی رو قصد بکند، این انسان کافر است میگن اگرچه اکراه شده باشد و سخنی کفری رو گفت، عملی کفری رو انجام داد به زبانش یا که به جسمش، این انسان به قلبش مطمئن بر ایمان نبود بلکه به قلبش هم همون عملی کفری رو قصد کرد، این آدم کافر است میگن. فدل هذا على ان المانع من التحقق وصف الكفر فهو انتفاء القصد. این آیت بعد از این به ما دلالت میکند، بعد از سخن این شیخ الاسلام به ما میفهماند که مانع اساسی از حکم گرفتن بر کافر شدن و مشرک شدن این چی است؟
قصد قلب است. اگر انسان قصد بکند به قلبش یک عملی کفری رو و شرکی رو، مجبور شده باشد هم، اکراه شده باشد هم به قلبش قصد بکند، این آدم مشرک است، کافر است در حالت اکراه هم. اما اگر همون قصد القلب انتفاع یابد، نابود بشود و به قلبش مطمئن بر ایمان باشد و به قلبش قصد کفر و عمل کفری رو، شرکی رو نداشته باشد و به ظاهرش انجام بدهد، در این حالت این انسان چی شد؟ به موانع گرفتار شد و انسان کفر نمیشد. یعنی مانع کفر حقیقی، موانع شرک اکبر، مانع حقیقی شرک اکبر و مانع حقیقی کفر اکبر، این قصد نکردن به قلب است، نابود شدنی قصد قلب است. وقتی که انسان به قلبش قصد میکند کفر رو و شرک رو، اگر چی اکراه شده باشد هم مشرک است. سخن شیخ الاسلام رو فهمیدید؟ بارک الله فیکم. پس در این مسئله سخنهای علما زیاد است و بارک الله فیکم با همین این دلیل اول رو به پایان میرسونیم و به شما این آیتی 106 سوره نحل آشکار واضح فهمون که هر کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر بدون اکراه واقع شود، این مشرک است و کافر است. هر کسی که جاهلانه از سبب تعویل، از سبب جهل، از سبب تقلید همون عمل را قصد کرده، کفر بودنش را دانسته یا ندانسته انجام بدهد، این آدم مشرک است و کافر است و عذر دهنده ها گمراه هستند، عذری ها هستند. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.